سلام و درود، خیلی خوش اومدید به دومین ویدیو من بعد مدت ها. بچه خودم اینجور کنم، تاثیر من ندید که داغونه به دلیل اینکه اومدیم خونه جدید و به خاطر همین تاثیر خیلی داغونه. بخش من عذر میخوام، ولی خب امروز با هم دیگه اومدیم سراغ یه آنباکس خیلی جذاب. من خیلی سیاهم تو تصویر، نمیدونم چرا، ولی من به قرآن اینجوری نیستم. تصویر نشون نورش بده اینجا، برای همین اینجوری شدم. ان شاءالله از پارتای بعدی درست میکنم نورو. امروز اومدیم با آنباکسی که موسه خیلی خوشگل، خیلی خفن. راستش بخوای من این ماوس رو چی میشه گفت اوایل جنگ خریده بودم، اوایل اینکه آمریکا حمله کرد، ولی خب نتونستم ویدیو بگیرم، هنوز آنباکس نکردم که بیایم با هم دیگه آنباکس کنیم. موس MR42 این موس ساخت ایرانه، یه موس ایرانیه، باورم نمیشه برای اولین بار موسای ارزون قیمت چینی نیستن. یعنی من همیشه هر چیز ارزون قیمتی خریدم اینجا نمیشه مید این چاینا، اینجا نمیشه مید این ایران. نه چرا ساخت ایران. آره مید این ایران از که شرکت آذرچشی آذر ارش. از ما اینجا توی مثلا آذربایجان شرقی زندگی میکنیم، برای همین آذر ارش این اسمش چی بود اصلا چی بود موس خوشگل رو برای ما درست کرده. ببینید این قیمتشو بگم باور نمیکنید اصلا. احساس کنم آذر ارش برای 2 سال پیش مثلا قیمت گذاری میکنه، نمیدونم چرا خیلی قیمتش خوبه. یعنی این که میبینید این 350,000 تومن. من خودم رفتم قیمتشو شنیدم از مغازه دار، اینجوری بودم که ها چطوری تو 350,000 تومن اینو میفروشی؟ اصلا این بعد دیگه تولید شده باشه، اون کارگرش رو چطوری با 350 تومن یه موس چیز می‌کنه؟ اصلا این گاردونش 500 تومن حداقل هست. یعنی من رفتم تو تیکالا سرچ کردم. چه بخواید من بذار اینم توضیح بدم. چیز قبلی من اسمش چی بود؟ موس قبلی من این بوده، یه موس خیلی داغون. اصلا اونم داغونه ولی این دیگه خیلی داغونه، اگه نگاه کنید جای کلیک نداره، خیلی تصویر داغونه. واقعا عذر میخوام دیگه، ولی خب بهتر از این نمیشه. میتونم بیارم جلو تا سیویترش کنم. تاثیر خیلی داغونه، معذرت میخوام. آره اینو من خریده بودم که اینجاش دیگه پاره شده، اگه میتونید ببینید اینجاش دیگه پاره شده که کلا دیگه به درد نمیخورد، کار نمیکرد. این تا اونجایی که کار رو میکرد من ازش کار کشیدم. خب این بار اومدیم با آنباکس این. قبل از اینکه بریم سراغ آنباکس هم لایک کدوم مایتون نره جدید اومدیم لایک کن انرژی بگیرم، خیلی وقتی که ویدیو نداشتیم. حالا بریم برای آنباکسش. من این میکروفون رو میذارم زمین چون 2 دستی باید اینو آنباکس کنم، صدام اینجا ضعیف میاد. آره الان من چاقو نیاوردم، چطوری خیلی با آنباکس کنم؟ حالا وحشی گری باز میکنیم دیگه. آقا با این باز نمیشه، من از روش دو، یعنی این پشتش یه ذره شکستگی داره، از همینجا باز میکنم. اوکی باز کردیم آقا، باز کردیم. به 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 به. به یه وحشیگری اینو کلش رو باز کردم. بده عقب. خب آقا این ماسه اونو من نمیدونم باید یه جا بذارم، خیلی چیزه. این وصل میکنم با آستینم، بالا صدا ضعیفتر میاد ولی خب دیگه کار نمیشه کرد. آقا اینجا این صدا ضعیفتر میاد ولی خب این قسمت به احتمال زیاد صدا رو افزایش خودم میدم تو ادیت که صدا درست شه. خب آقا نکنه این موس خفن ماست که این خیلی بهتره. جای انگشتم داره اینجوری، من نمیدونم موس قبلیم خیلی داغون بود. دقت کنید دو جای تا انگشت داره. اینم سیمیه چون گفت یارو شارژی نمیتونی بگیری با این قیمت. 550 تومن بود شارژیاش، 550 تومن بود. ببین چه وضعیتیه. یارو خیلی مفت میفروخت قبل جنگ، میفروخت قیمت قبل جنگ. آره اینا خریدم قیمت 350,000 تومن. اصلا قیمتش رو شنیدم با اینکه اصلا قرار نبود بخرم. اینجا سال تولیدش رو زده، نمیدونم میتونید ببینید 3405 08 سی کم کیفیتش خیلی داغونه. خب
آره یه ماشین خیلی خفنه، کوالیتیش پلاستیکی دیگه، نباید از 350,000 تومان کانتی بخوای، از اون یکی بهتره واقعا. خیلی خوشم اومد. من وصل کنم به لپتاپ ببینم چه وضعیتی میشه. بس کردیم آقا. اینم از همین لیزرها داره پشتش که از درصد لیزره. خیلی خوشگله، خیلی خوبه. اصلا من عادت ندارم به اینا. خیلی جذاب، خیلی جذاب‌تر از موس قبلیمه، خیلی بهتره. آقا مرسی که تا اینجا کردید. لایک کنید، لایک شما یه سن نیست برای من خیلی انرژی دیگه. خدا نگهدار.